4 روز پیش در فرودگاه امام یک محموله زیرخاکی به ارزش 10,000 میلیارد گیر کرد. کجا رفت؟ هی میراث وزیر محترم زرقام، البته خب به نظر من که محترم نیست، یا شاید خیلی برات زرقام، چرا نمیای شفاف سازی کنی؟ 10,000 میلیارد 10,000 میلیارد تو فرودگاه امام گیر کرد. ببین نیاز نیست که مخفی کنی، میدونی که من میدونم. و هم به دوره اسلامی، یعنی قدیمی ترین اونها مربوط میشه به دوران مادها که حدود بیش از 500 سال قبل از میلاد مسیح میشه و برخی از چیزی که تخمین زده شده کارشناسان گفتن البته هنوز نتونه